سلام آقا. جانم. اجازه است بشینی؟ ببخشید. یالا. بچه این طرفایی؟ نه ولی اومدم امروز پاشو تو مگه؟ همینجوری. بیام تنهایی خیلی وقته. گفتم بیام پیشت. مردم کلاهبردار شدن. چطور مگه؟ یه عطر به ما دادش تو مترو 500,000 تومان. چقدر؟ 500,000 تومان. گفت بزنی دخترا محوت میشن. نه بابا. آره منم شک کردم حاجی. بابا بده انداختم بخور. گفتم بهم انداخت. 100% بده. یه امتحان کنیم؟ بزن. ببینیم چطوری میشه. نمیدونم. به عجب بویی. بله من زدم. شما عطری؟ بله جانم. بلند شو با هم بریم کافه. چاش واسه افتخار کجا بریم؟ بریم دیگه. چاش. داداش واقعی بودش. هم یه امتحان بکن. خدا رو چه دیدی شاید؟ بزن حتما بزن. ای بابا. نو. شما عطر بدین؟ بله چطور مگه؟ خوبه؟ واقعا؟ گوش میاد؟ تو کجا؟ بریم کافه. نه خانم نمیشه خانم نمیشه که اینجوری خانم نمیشه بخواهیم خانم نمیشه خوشم اومده میفهمی؟ بابا میخوام برم کافه ازت خواهش میکنم